بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی، خوشحالم که با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه بار دیگر در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم. به اجازه شما سروران، خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما استاد بزرگوار و تمام بینندگان عزیز و گرامی هستم. سلامت باشین استاد گرامی، استاد فاتح. خب بینندگان عزیز و گرامی، اگر باید داشته باشید ما طی تقریبا 3 قسمت گذشته برنامه ایمان پیرامون تناقضاتی که در اناجیل چهارگانه وجود داشت صحبت هایی داشتیم. البته قبل از اینکه عنوان این جلسه از جلسات برنامه ایمان را به معرفی بگیرم، بهتر است که به مهمترین نقاطی که در برنامه گذشته یا مهمترین تناقضات و تضادهای موجود میان اناجیل چهارگانه را که در برنامه گذشته پیرامونش صحبت شد دوباره بازگو کنم. خب یکی از تضادهایی که در برنامه گذشته به آن اشاره شد یا تناقضات همانا و تعبیر آنچه که در انجیل متی به دعای حضرت عیسی مسیح در حق درخت انجیر است، درخت بیمیوه‌ای که دعا کردن که خشک شود. البته به تعبیر انجیل متی که در باب 21 چنین آمده است که وقت حضرت عیسی در حق درخت انجیر دعای بد میکنه، درخت انجیر این درخت که میوه نداشت بلا فاصله خشک میشه. و در انجیل مرقس گفته میشه که بله، حضرت عیسی مسیح در حق درخت بیمیوه، درخت بیستمر انجیر دعای بد کرد و این درخت در روز دوم خشک شد. خب سوال اینجاست که معلومات کدام یک، انجیل متی یا انجیل مرقس درست است؟ این سوال باید کشیش ها و آخوندهای نصرانی جواب بدن. همان لحظه خشک شد، بلا فاصله همان لحظه خشک شد، یا اینکه بعد از گذشت 2 روز؟ آیا امکان دارد که عیسی علیه السلام به خاطر گرسنگی یا شکمشان اقدام به چنین کاری کرده باشند؟ سوالاتی است که در برنامه گذشته ایران مطرح کردیم و باز هم مطرح میشه. تناقض بعدی سرانجام یهوذای اسخریوطی بود که در انجیل متی باب 27 میگه خود را با طناب خفه کرد، یعنی خودکشی کرد. و در باب اول اعمال رسولان میگه یهوذا در مزرعه به سر سقوط کرد و 2 پاره شد و در همانجا به هلاکت رسید. حالا سوال اینجاست که یهودا خودش دست به خودکشی زد یا اینکه به سر سقوط کرد و 2 پاره شد؟ کدام یک درست است؟ تناقض بعدی اینکه صلیب را چه کسی حمل کرد، خود حضرت عیسی یا همان شمعون اهل قیروان؟
انجیل مرقس باب 15 میگوید که شمعون از اهل قیروان بود و از ده آمد و سربازان وی را مجبور به حمل صلیب کردند. و در انجیل یوحنا باب 19 میبینیم که میگه صلیب را خود حضرت عیسی به دوش کشید، یعنی خودش حمل کرد و از شهر بیرون بردند تا به محل به نام جمجمه رسیدند. و خب تفصیلاتش در برنامه گذشته گفتیم. خلاصه این که در انجیل یوحنا میگه خود عیسی علیه السلام صلیب را حمل کرد. اگر فرضاً ما قبول کنیم که عیسی علیه السلام به تعبیر نصرانی ها به صلیب کشیده شد، پس سخن کدام یک از این دو درست است؟ مرقس یا یوحنا؟ چه کسی صلیب را حمل کرد، عیسی یا شمعون؟ تناقض بعدی درباره یکی از فرماندهان یا افسران لشکر رومی است که به خاطر طلب شفا به خدمتگارش نزد عیسی آمد، که در انجیل متی باب 8 وقتی میگه این افسر نزد حضرت عیسی رفت، گفت من لیاقت این را ندارم که شما نزد من بیایید، اگر از همین جا دستور دعا بدهید خدمتکارم خوب خواهد شد. و به همین ترتیب در انجیل لوقا باب 17 فقره 1 تا 8 میگه که نه، این افسر یا سرلشکر، یکی از سرلشکران لشکر رومی چند نفر از بزرگان یهود را نزد عیسی فرستاد تا از او خواهش کنند که بیاید و غلام وی را شفا بدهد. و بعد از اینکه وی در راه می آمد تن چند از دوستانش را می فرستد و به حضرت عیسی می گویند که فلان نفر سزاوار چنین افتخار نیست و لیاقت این را ندارد و اگر شما از همانجا دستور دعا بدهید غلامش خوب می شود. خب به همین ترتیب تناقض بعدی در ارتباط به هدیه زن به حضرت عیسی بود که میگن عطر به حضرت عیسی هدیه داد. تناقض اینجاست که در انجیل مرقس میگه 2 روز مانده به عید پسح این زن به نزد حضرت عیسی رفت و شیشه عطر سنبل خالص را بر سر او ریخت. و در انجیل یوحنا باب 12 میگه که نه، 6 روز پیش از آغاز عید پسح زن شیشه عطر سنبل خالص گران قیمت را که این زن را مریم معرفی کردن به روی پاهای عیسی ریخت. این هم تناقض دیگر. آیا انجیل مرقس که میگه 2 روز مانده به عید پسح و یا انجیل یوحنا که میگه 6 روز قبل از عید پسح این عطر را به حضرت عیسی هدیه دادن، کدام یکی از اینا درست است؟ عطر بر سر حضرت عیسی ریخته شد یا روی پاهای حضرت عیسی؟ تناقض بعدی هم چنین در ارتباط به دستور پیلاتوس بالای آنچه که بالای صلیب باید نوشته شود، عبارتی که پیلاتوس دستور داد تا بالای صلیب نوشته شد. در متی میگن در بالای این لوحه یا این تخته تقصیرنامه عیسی چنین نوشته شده بود: این است عیسی پادشاه یهود. در مرقس باب 15 نوشته شده پادشاه یهود. در لوقا باب 23 میگه این است پادشاه یهود. در یوحنا باب 19 میگه عیسی ناصری پادشاه یهود. یعنی حتی در یک عبارت کوتاه این 4 انجیل اتفاق نظر ندارند. و به همین ترتیب تناقض بعدی که درباره پولس دشمن مسیح که پیرو مسیح می شود بود که میگه وقتی در سفر بود همسفران پولس در راه وقتی او صدای را شنید همسفرانش مبهوت ماندند و گفتند چون صدای را می شنیدند و کسی را نمی دیدند. همسفران پولس میگن این عبارت را که صدای را می شنیدیم و کسی را نمی دیدیم. و به همین ترتیب در جای دیگر میگه که همراهان من نور را دیدند ولی از آن گفته چیزی دستگیرشان نشد. پس اینجا هم سوال است که کدام یک از درست است؟ آیا مردم صدا را میشنیدند و چیزی را نمیدیدند یا چگونه؟ خب البته از این نوع تناقضات چنان که استاد فاتح در برنامه گذشته و در برنامه قبل از آن اشاره کردن در اناجیل 4گانه انجیل یوحنا و لوقا و متی و مرقس
به وفور پیدا میشه و تناقضات بیش از 70 تناقض شیخ رحمت الله هندی در کتاب اظهار الحق معرفی کرده و امیدواریم که کسانی که گول کشیش های نصرانی را خوردند اندکی به خود بیایند و این سوال ها را مطرح کنند که این سوال ها آیا جواب منطقی دارند یا خیر که حتما جواب ندارند. اما در این برنامه البته ما شما همواره از طریق رسانه های مختلف نصرانی و از طریق تریبون های مختلف و از طریق کلیساها خود نصرانی ها این را میشنن که نصرانیت یعنی دین محبت و دین دوستی. البته هدف همون دین تحریف شده است نه دین اصلی. و شاید وقتی از نصرانی هم درباره مهمترین ویژگی دین تحریف شده نصرانیت بپرسی جوابش شاید این خواهد بود که دین محبت. خب ما هم میخواییم در این برنامه به برخی از نقاط اشاره کنیم که تا حال و تا کنون و همواره در طول تاریخ از دید و از معرض نصرانی ها پنهان و مخفی نگه داشته شده و البته به این مسائل و به این مواردی که همواره مخفی نگه داشته شده به صورت مستدل و به صورت مستند انشاءالله جناب استاد فاتح پاسخ ارائه خواهند کرد که آیا نصرانیت حقیقتا و واقعا دین محبت است یا خیر. این سوالی است که من باید در ابتدا از استاد فاتح بپرسم. استاد فاتح، چرا شما مگر مشکل دارین که نصرانیت دین محبت است؟ مگر چنین نیست؟ اگر خواسته باشیم جناب استاد از اخیر یعنی قسمت اخیر سوال شما شروع بکنین. نه، ما مشکل نداریم، کتاب مقدس مشکل داره. ما خب مشکل نداریم، دوست داریم که همه صلح طلب باشن، همه محبت داشته باشن، همه همدیگر را دوست داشته باشن. اما کتاب مقدس اجازه نمیده که همدیگر را دوست داشته باشن. کتاب مقدس اجازه نمیده که مردم خوبی باشن یا به تعبیر عامیانه ما بچه های خوبی باشن، دستکاری این طرف و آن طرف نکنن، دست نزنن این طرف و آن طرف، به هر حال مردم را قتل نکنن، مردم را نکشن. به هر صورت متاسفانه این دیدگاه غلط و این دیدگاه بسیار بد در میان مسیحیت وجود داره و از جمله مسائلی هست که همیشه در کلیساها و از جوانان مسیحی و جوانان نصرانی پوشانده شده، یعنی برایشان گفته نمیشه این مسائل. و جالبه که وقتی یک نصرانی بعد از اینکه این آیات را بشنوه و این ابوابی که و فصولی که در کتاب مقدس چی در عهد عتیق و چی در عهد جدید یا در عهد قدیم و جدید بشنوه، شوکه میشه که چی شد اصلا این حرفهایی که ما شنیده بودیم، آنچی را که برای ما گفته بودند چرا خلاف آن درآمد. و متاسفانه در طول این سالها به خصوص بعد از این که مسلمان ها دین اسلام به وجود آمد، این تبلیغات غلط و تبلیغات سو بر علیه اسلام شروع شد و خودشان را تبرئه کردند که ما همچون حرفی نداریم و دین ما دین محبت، دین ما دوستی هست، که متاسفانه ما خلاف آن را در کتاب مقدس میبینیم و در عمل کردی که اینها در طول سالها انجام دادن و انجام میدادن میبینیم متاسفانه. اگر اجازه بدین جناب استاد برای ابتدای سخن، برای اینکه شروع بکنیم حرفها را و بهتر بیننده عزیز ما متوجه بشه که ما چی میخوایم بگیم، اجازه بدین یک کلیپی را به خدمتتان پخش بکنم، شاید مفید باشه. از یکی از کشش هاست، کشش های فارسی زبان که در تلویزیون های یا در شبکه های فارسی زبان صحبت میکنه. جناب کشش هرمز ادعای میکنه، حرفی میزنه در مورد اسلام و در مورد مسیحیت. ما میخوایم که اگرچه از اینها از این قماش زیادن، از این طایفه زیادن که این حرفا را میزنند، ولی ما ایشان را انتخاب کردیم چون خودشان را انسان مؤدب و انسان به هر حال فهمیدگی معرفی میکنه. اجازه بدین که اول کلیپشان را پخش بکنیم، بعداً به تحلیل حرفهای ایشان خواهیم پرداخت که ارتباطی با سوالی که شما پرسیدین داره. اگر اجازه بدین من برای ابتدا این کلیپ را پخش بکنم. اگر از اتاق فرمان لطف بکنن تصویر رو نشان بدن.
من شماست که باور کنیم شما چه تصمیم میگیرید. آیا اون کسی که میگه خدا محبت است و خدا میگه که دشمنان خود را ببخشید، فکر میکنید این از طرف خدا داره صحبت میکنه، یا اون کسی که میگه که دشمنان خود را بکشید، کافران رو بکشید؟ اینا رو باید خود ما، هر کسی برای خودش تصمیم بگیره. بعضی از شماها گفتید که این آیسیس رو میبینید، این داعش رو میبینید که داره چیکار میکنه. این عرب ها همین بلا رو قرنها پیش سر ما ایرانی‌ها در آوردن. اون چیزی که پدران ما نسل‌های گذشته به سرشون اومد رو حالا ببینید که به سر این افراد در عراق به وسیله داعش چی میاد. حالا سوال اینه، خدایی که اینا معرفی میکنن آیا این خدای واقعیه یا خدایی که این کتاب مقدس، این 40 پیامبر در کتاب تورات و انجیل معرفی میکنه، خدایی که به ما دستور میده دشمنان خود را ببخشید، نه اینکه کارشون رو تایید کنیم، یعنی که ببینیم که دشمنان ما هم احتیاج به نجات دارن و اونها هم اسیر دست شیطان هست و شیطان، نشانه کار شیطان چیه؟ کلام خدا میگه شیطان از ابتدا دروغ، از ابتدا قاتل، قتل، نابود کننده. هر جا که دروغ، قتل، نابود شدن رو میبینی بدون پشت شیطان، حالا ظاهرش هر چقدر ظاهرش میخواد روحانی و الهی باشه، دست شیطان رو میخونیم. من یاد گرفتم آنچه که از خداست نیکوست، خدا نیکوست. خدا محبته و به ما دستور میده همدیگر رو محبت کنیم. چشامون رو باز کنیم، تشخیص بدیم، هرچی به خورد ما میدن قبول نکنیم، تصمیم بگیریم این داعش و اون عرب هایی که به ایران حمله کردن خدا رو میشناختن یا این انجیلی که به ما میگه دشمن خود را محبت کنیم. بله بسیار خوب جناب استاد. حقیقتا اجازه بدید که این حرفها را با هم دیگر یک تحلیل بکنیم. بعضی از حرفها را در اخیر بنده بر علیه خودشان استفاده می کنم که پشت هر دروغی شیطان وجود داره. بله متوجه شدیم؟ بله. ما انشاءالله ثابت خواهیم کرد که کی دروغ میگه، کی راست میگه و کدام دین، و این که ادعای میشه که گویا به هر حال 40 پیامبری که در کتاب مقدس آمده به تعبیر ایشون، در حقیقت همه اینها گفتن که شما حتی دشمنانتان را هم ببخشید. بله. و اصلا حرفی از کشتن و از بین بردن و از این مسائل هم نیست و عملکرد مسیحیت هم نشان نمیده این را، یعنی تعبیر ایشون، یعنی چیزی که از فحوای کلام ایشان معلوم میشه. و میآیند بعضی از گروه‌هایی را که کارهایی را انجام میدن به اسلام مرتبط میدانند و اینها را در حقیقت میوه های اسلام میدانند. اجازه بدین که با همدیگر کلمه به کلمه و حرف به حرف را پیش بریم. بفرمایید جناب. اول از این که اسلام دین قتل و کشتار نیست، این یک اصل مسلمه و ما در برنامه‌های گذشته هم اگر یادتان باشه به صورت تفصیل در این مورد صحبت کردیم که اسلام به زور شمشیر پیش نرفته. اسلام قتل و کشتار را به رسمیت نمیشناسه، ولی مادامی که مسلمان‌ها مورد تجاوز قرار بگیرن، مادامی که مسلمان‌ها اجازه رساندن دین خدا و اجازه رساندن دوایی که به عنوان شفا برای دیگران به رسمیت شناخته شده را نداشته باشند و کسی بیاید صد درایشان بشه، اینها در این صورت مسئله جهاد مطرح شده و جهاد به رسمیت شناخته شده، البته بر اساس همان آداب و ضوابطی که داره. بله. و بر اساس همان شرایطی که اسلام برای جهاد و برای مبارزه به حق گذاشته. و هیچگاه اسلام دعوت به سوی جبر در پذیرش ادیان را نکرده. لا اکراه فی الله متعال در قرآن میگه لا اکراه فی الدین، در دین اجبار نیست، یعنی در پذیرش دین اجبار نیست. اینها بسیار تلاش میکنن که اسلام را دینی نشان بدن که گویا دیگران را به زور شمشیر یا به زور گفته شما بیاین مسلمان بشین، که بعدا انشاءالله به این مسئله هم میپردازیم. یکی از شبهاتی که جناب ایشان مطرح کردن همین بود. دین اسلام دین رحمته. حتی الله متعال در قرآن کریم میآید پیامبر صلی الله علیه و سلم را، یا به تعبیر دیگر بگین حکمت و فلسفه فرستادن پیامبر را مطرح میکنه، میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نه برای انسان ها
نه برای حیوانات، برای همه عالمیان، برای همه جهانیان و برای همه مخلوقات پیامبر ما صلی الله علیه و سلم رحمت فرستاده شدند. این وضاحتی که در این آیه قرآن هست فکر نمی کنم که جایی برای توجیه داشته باشه یا جایی برای این داشته باشه که نه این نیست و مرادش چیز دیگری است. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سوره انبیا آیه 107. و همچنین این که رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیامبر ما برای هدایت بشر چقدر تلاش میکردن و غم میخوردن، افسوس میخوردن برای اینکه چرا مردم به طرف گمراهی میرن. محبت داشتن. رسول الله علیه السلام دوست نداشتن که هیچ کسی به جهنم بره، هیچ کسی به راه خطا بره و این روش و منهج و اخلاق نبوی صلی الله علیه و سلم و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بوده. و آیات قرآن کریم در این مورد خیلی ها واضحه. در سوره کهف آیه 6 و در سوره شعراء آیه 3 الله متعال یعنی شبیه یک لفظ هست، فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا. الله میگه تو خود را میخواید هلاک بکنی ای پیامبر به خاطر که اینها ایمان نمیارن، از بس که رسول الله علیه السلام غم میخوردن، به خاطر غم زیاد و محبت زیادی که به انسانیت و بشریت داشتن غم میخوردن که چرا اینها به طرف گمراهی میرند. الله متعال برای پیامبر تسلی میده، برای میگه که فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، چرا تو میخوایی که این کار را بکنی؟ تو میخوایی که خودت را از بین ببری به خاطر اینکه اینها گمراهند؟ و جالب این که جناب استاد این ادعا میکنه جناب ایشان که اسلام گفته، دینی گفته که سوال مطرح میکنه به هر حال برای جوانان، برای فریب جوانان، برای اینکه تغییر بده افکار جوانان را که شما دینی را میپذیرید که قتل و کشتار را به رسمیت شناخته میگه، شما کافر را بکشید، در حالی که اسلام در هیچ جای نگفته که شما مطلقاً کافر را بکشید. یک آیه پیدا بشه که الله متعال گفته باشه و رسول الله علیه السلام گفته باشن هر کس کافر شما باید بکشید، در کجای قرآن همچون چیزی آمده؟ در مورد مشرکین مکه این آیات گفته شده که شما اونها را بکشید در صورتی که با شما در جنگن، شما را از خانه تان کشیدن، زمین و منطقه و وطن شما را از شما گرفتن، خانه های شما را گرفتن، مال و هموال شما را از شما گرفتن و حالا هم به مدینه شما را آرام نمیگذارن. بله، این در این صورتی که به اینها ظلم شده، به اینها تعدی شده، شما یک جهت قضیه را میبینید ولی قضیه دیگر، جهت دیگر را نمیبینید. این قضیه را میبینید که بله مسلمان ها کشتن. خب شما بیایید ببینید که آیا در تمام جنگ هایی که رسول الله علیه السلام و غزواتی که پیامبر علیه السلام داشتن، تمام کشته ها از مسلمان ها و از غیر مسلمان ها به 2000 نفر نمیرسه، به 2000 نفر نمیرسه جناب استاد. این واقعا بی‌انصافیه که کسانی که به اونها ظلم شده و از خود دفاع میکنن به حالت خفقان قرار گرفتن و دست و بالک میزنن، میخوان از خود دفاع بکنن. این جناب عالی میگه که نه، نباید اینها از خود دفاع میکردن، نباید اینها کار میکردن، مینشستن که کفار یک بار می آمدن به بدر، یک بار به احد داخل مدینه بیاین، یک بار خندق نزدیک مدینه داخل مدینه بیان که اونها را بکشن، کلا همه مسلمان ها را نیست و نابود بکنن و اینها آرام بنشینن و تماشا بکنن. این خب واقعا بی انصافیه. جناب استاد واقعا این آقای هرمزی که شما نشان دادین این کشیش است، آخوند است؟ بله، آخوند مسیحی است. بله، یعنی این اگر این ادبیات و طرز گویش و طرز فکر یک کشیش باشه، پس ما از نصرانیت گله نداریم. یعنی این فقط به مانند یک فردی که اصلا از دین آگاهی نداره، این فقط بحث قومی رو اینجا بیشتر مطرح کرد. که آمدن ما ایرانی ها را کشتن. تو وقتی از دین نصرانیت گپ میزنی باید از عموم مسلمان ها، از عموم نصرانی ها گپ بزنی. این منطق جناب استاد منطق فرعونی است. همیشه منطقی که فرعون داشت وقتی در برابر قوم خود قرار گرفت، گفت که موسی اراده داره که شما را از دین شما برگردانه و شما را از سرزمینتان خارج کنه، در حالی که هدفش این بود که روی چوکی خود بمانه، جایگاه خودش باقی بمانه، ولی خواست که مردم را از این طریق تحریک بکنه. حالا این هم یک عده افرادی که حالا کم اطلاع هستند میخواد از این طریق اونها را فریب بده. بله، من و شما ایرانی ها به زور من و شما را مسلمان کردن، بیایید به طرف مسیحیت که دین محبت است و دین فلان است و دین و این و آن است، که ان شاء الله اینها را صحبت میکنیم. حالا اجازه بدید جناب استاد که من حرفی که این جناب ادعا کرد در مورد کشتن کافر، که هر جا شما کافر را یافتید بکشید. البته این موضوع را، آیات را در یک برنامه مستقل خیلی ها مفصل شما پاسخ دادین. بله،
حالا شما ببینید، من به یک حدیث از احادیث رسول الله علیه السلام اشاره میکنم. ما کافری که داریم یک کافر حربی است، این بحثش جداه. کافر معاهد داریم، کافر ذمی داریم. شما ببینید رسول الله علیه السلام در مورد اهل ذمه، یعنی یهود و نصارایی که زیر پرچم حکومت اسلامی زندگی میکنند، کسی حق نداره که به اونها تعدی بکنه، کسی حق نداره به اونها تجاوز بکنه، کسی حق نداره که آنها را بکشه، کسی حق نداره که به اونها خیانت بکنه. رسول الله علیه السلام در حدیث میگن من قتل رجلا من اهل الذمه لم یجد ریح الجنه. کسی که یکی از اهل ذمی، یعنی یهودی و یا نصرانی که در زیر پرچم حکومت اسلامی زندگی میکنه، کافر هم هست، کسی مجبور نمیکنه او را که تو مسلمان بشو. پیامبر میگن کسی که این را بکشه بوی بهشت به مشامش نمیرسه. این قول پیامبر ما صلی الله علیه و سلم هست. جناب استاد گرامی، اگر واقعا اینها انصاف دارن، ما بارها از طریق برنامه، اگر یادتون باشه شما گفتین، یعنی نه در حقیقت که وقتی کسی میخواد اسلام مطالعه کنه، از اسلام میخواد چیز بدانه، اسلام مرجع و منبع و عنوان و نشانه و آدرس مشخص داره. قرآن کریم و سنت نبوی. اعمال فردی، فعل فردی، عمل کرده افراد ما نمیتونیم به اسلام نسبت بدهیم. حالا ما وقتی بین جناب استاد، یعنی بدور از طرفداری بگیم، هیچ منصفانه اگر بیم صحبت کنیم، وقتی ما حالا میایم درباره مسیحیت صحبت میکنیم، اگر قرار باشه که ما درباره مسیحیت بیم تصاویری که در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و در جنگ های صلیبی صورت گرفته، اگر او را بیاییم به تصویر بکشیم که اصلا این دین وحشت، دین قتل، دین بربریت است. ما میخوایم دین مسیحیت را وقتی ما شما آمدیم مطالعه میکنیم، وقتی ما شما آمدیم دین مسیحیت مورد بررسی، دین نصرانیت مورد بررسی قرار میتیم، میگیم از خلال انجیل. تا حال ما تناقضات آنچه که از طریق برنامه بیان شد تنها از خلال کتاب مقدس بود. ما از آدرس و از نشانی دیگری حرف نزدیم. اینها هم بیاین مردانه وقتی صحبت میکنن از اسلام، داعش و مائش و نمیفهم فلان و علان رو برای ما نکشن. بله. خب جناب استاد، اجازه بدین که از این بحث برین به طرف تورات و انجیل. و ایشان گفت که در تورات و انجیل گویا دین محبت است و دین صلح است و دین فلان است و این و آن، و چیزی از قتل و کشتار و کشتن کافر و این مسائل نیست. و چون این وانمود میکنن برای جوانان مسیحی، برای جوانان بیچاره‌ای که اطلاعی ندارن. اگر اطلاع می داشتن لااقل به این 18-19 تناقضی که ما طی برنامه طی چند جلسه ارائه کردیم، لااقل به اینا یکیشون میومد تماس میگرفت، پاسخ میداد، پاسخ منطقی. بله، اجازه بدین که با هم دیگر برین به سراغ کتاب مقدس تا ببینیم که چی در داخل این وجود داره. ولی من میخوام از اول از کتاب تورات شروع بکنم، از عهد قدیم. چون اینها ملزمن که از تورات پیروی بکنن. همچنان که خود تورات میگه، خود انجیل میگه، در حقیقت کتاب انجیل متی به این مورد اشاره میکنه که میخوام در اول این رو نشان بدم تا اینکه فردا نیاین بگن که اگرچه در انجیل هم آیات شبیه این وجود داره، در اناجیل که اونها هم نشان میدیم ان شاء الله. اول از تورات میخوام نشان بدم که چی فجایع متاسفانه وجود داره که به ایشان و به تمام کسانی که در حقیقت هم فکر ایشان هستن توصیه میکنم تا زمانی که خانه از شیشه داری به طرف خانه مردم سنگ برتاب نکن، تا بفهمی که چی وجود داره. و شاید شما میفهمی ولی نمیگی برای جوانها. اجازه بده که ما بگین برای جوانهای شما. انجیل متی باب 5 از آیات 17 تا 20 ببینین که چی میگه جناب استاد. احکام تورات. در اینجا آمده احکام تورات. میگه گمان مبرید، آیت 17، گمان مبرید. عیسی علیه السلام میگه، موعظه سراکو مشهوره، میگه گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. تنها تورات را هم نمیگه، نوشته های سایر انبیا هم هست. من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. براستی به شما میگویم که از میان احکام تورات هر آنچه که باید عملی شود یقینا همه یک به یک عملی خواهند شد. پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که شما سرپیچی کنین که چنین کند، او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به اطاعت کند، در ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود. خیلی خوب جناب آقای کشش هرمز و تمام کشش هایی که هستند،
ما آحاد مسیحیت و آحاد نصرانیت را خطاب قرار نمیده، چون اینها نمیفهمند. بله. کسانی که خودشان را فهمیده میگن. میرین در انجیل ببینین که چی میگه. در سفر تثنیه که یکی از اسفار تورات هست، از اسفار پنجگانه تورات هست، در سفر تثنیه باب 20 ببینین که جناب استاد چی میگه. اینجا سفر تثنیه هست، سفر تثنیه باب 20 قوانین جنگ. قوانین جنگ اصلا خود عنوان همین قوانین جنگ. خیلی خوب، از اینجا شروع میکنیم. قوانین جنگ گفته میشه، از اینجا شروع میکنیم که از آیت دهم. از آیت دهم میگه هنگامی که به شهری نزدیک میشوید تا با آن بجنگید، نخست به مردم آنجا فرصت دهید خود را تسلیم کنند. آیت 11 اگر آنها دروازه های شهر را به سوی شما باز کردند، به روی شما باز کردند، وارد شهر بشوید و مردم آنجا را اسیر کرده به خدمت خود بگیرید. خیر. 13 هنگامی که خداوند خدایتان آن شهر را به شما داده، همه مردان آن را از بین ببرید. این در سفر تثنیه. بله در سفر تثنیه. ولی زنها و بچه ها، گوها و گوسفندها و هر چی را که در شهر باشد می توانید برای خود نگه دارید. تمام غنایمی را که از دشمن به دست می آورید مال شماست. خداوند آنها را به شما داده است. 15 این دستورات فقط شامل شهرهای دوردست می باشد و نه شهرهایی که در خود سرزمین موعود هستند. اما شهرهای دوردست چی هست؟ شهرهای دوردست چیست؟ 16 در شهرهای داخل مرزهای سرزمین موعود هیچ کس را نباید زنده بگذارید. هر موجود زنده ای را از بین ببرید، حتی حیوانات را. هتی ها، اموری ها، کنعانی ها، فریزی ها، حوی ها و یبوسی ها را به کلی نابود کنید. این حکم است که خداوند خدایتان داده است. منظور از این فرمان آن است که نگذارد مردم این سرزمین شما را فریب داده در دام بتپرستی و آداب و رسوم قبیح خود گرفتار سازند و شما را وادارند گناه بزرگ نسبت به خداوند خدایتان مرتکب شوید. شما دقت بکنید جناب، کلام خداست. این میگن کلام خداست، میگن این سفر تثنیه هست. اینها ملزمن که از این به این عمل بکنن. یهودی ها خب بدون شک و تردید، اینها هم با آنچه که انجیل متی در باب 5 اذعان میداره اعتراف میکنه باید اینها انجام بدن. مو به مو باید احکام تورات را انجام بدن. این کتاب مقدس قرآن نیست. در قرآن ما چنین نمیگه، در اسلام ما چنین نمیگه شما زنها را هم بکشین، اطفال را هم بکشین. میگه که در سرزمین هایی که بیرون از سرزمین موعودند هیچ زنده جانی را نگه ندارید. یعنی چی؟ داخل مرزهای بله، بیرون از مرزها یا پیرامون مرزهای موعود، سرزمین موعود. اما سرزمین موعود مردها را بکشید ولی زنها را نگه دارید، حیوانات را برای خودتان نگه دارید. ببینیم که جناب استاد در همین سفر تثنیه باز چی میگه. در سفر تثنیه باب 17 در مورد کسی که کافره، این میگه گفته هر کافر را بکشید. خیلی خوب، ببینین که در کتاب شما چی میگه. در سفر تثنیه باب 17 میگه اگر 2 و 3 میگه اگر بشنوید مرد یا زنی در یکی از شهرهای سرزمینتان از عهد خدا تخلف نموده، بوت یا خورشید و ماه و ستارگان را که من پرستش آنها را اکیداً قدغن کرده ام عبادت میکند، اول خوب تحقیق کنید و بعد که معلوم شد چنین گناهی در اسرائیل به وقوع پیوسته است، آنگاه آن مرد یا زن را به بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا بمیرد. ولی هرگیز شخصی را بنا به شهادت یک گواه به قتل نرسانید. حداقل باید 2 یا 3 شاهد وجود داشته باشد. اول شاهدان باید سنگه ها را پرتاب کنند و سپس تمام مردم به این طریق این شرارت را از میان خود پاک خواهید ساخت. خیلی خوب، این هم در سفر تثنیه هست جناب. اینو دائما با بحث حدود در اسلام هم مطرح میکنن، بحث سنگسار هم میگم خیلی مطرح میکنن. برین باز هم در تثنیه باب 2 این شکست سیحون پادشاه میگه آنگاه سیحون پادشاه به ما اعلان جنگ داد و نیروهایش را در یاهس بسیج کرد. 33 و 34 ولی خداوند خدایمان او را به ما تسلیم نمود، یعنی پادشاه سیحون را، و ما او را با تمام پسران و افرادش کشتیم و تمامی شهرهایش را به تصرف خود درآورده همه مردان و زنان و اطفال را از بین بردیم. خب دقت کنید. بله، به غیر از گله هایشان موجود دیگری را زنده نگذاشتیم. این گله ها را هم با غنایمی که از تسخیر شهرها به چنگ آورده بودیم با خود بردیم. خیلی خوب، این هم در سفر تثنیه هست، در توراته، در کتاب مقدسه و اینها ملزمن که به این عمل بکنن. اونجا دستور داد، اینجا عمل میکنن.
اونجا دستور بود که شما این کار را انجام بدید. در اینجا عمل میکنن وقتی در برابر پادشاه سیحون قرار میگیرن، خودشان نقل میکنن که کشتیم و فرزندانشان را هم کشتیم، زنانشان را هم کشتیم، زندجان را نگه نداشتیم، به جز غنایم، به جز همان گله هایی که بوده، به جز حیواناتی که بوده و تمام. بله. میریم باز هم به سفر اعداد جناب استاد. سفر اعداد ببینیم که باز هم چی میگه. سفر اعداد البته قبل از سفر تثنیه هست. سفر اعداد 31 باب 31. بله. این باب 31 هست. سفر اعداد جزء تورات می باشه جناب استاد. انتقام از میدیانی ها. اینجا بله. از اول باب اجازه بدین که شروع بکنم. بفرمایید. تا اخیر اینجا بخونم. میگه خداوند به موسی فرمود از میدیانی ها به دلیل اینکه قوم اسرائیل را به بت پرستی کشاندند انتقام بگیر. پس از آن تو خواهی مرد و به اجداد خود خواهی پیوست. پس موسی به قوم اسرائیل گفت عده‌ای از شما باید مسلح شوید تا انتقام خداوند را از میدیانی ها بگیرید. از هر قبیله 1000 نفر برای جنگ بفرستید. این کار انجام شد و از میان هزار اسرائیلی موسی 12000 مرد مسلح به جنگ فرستاد. صندوق عهد خداوند و شیپورهای جنگ نیز همراه فینحاس پسر الیعازار کاهن به میدان جنگ فرستاده شد. تمامی مردان میدیان در جنگ کشته شدند. 5 پادشاه میدیان به نام اویه، راقم، سور، حور و رابعه در میان کشته شدگان بودند. بلعام پسر بعور نیز کشته شد. حالا اینجا آن وقت سپاه اسرائیل بعد از این که همه اینها را کشتند 19 10 و 11 آن وقت سپاه اسرائیل تمام زنان و بچه ها را به اسیری گرفته گله ها و رمه ها و اموالشان را غارت کردند. سپس همه شهرها، روستاها و قلعه های مدیان را آتش زدند. 12 آنها اسیران و غنایم جنگی را پیش موسی و الیعازار کاهن و بقیه قوم اسرائیل آوردند که در دشت موآب کنار رود اردن روبروی شهر اریحا اردو زده بودند. موسی و الیعازار کاهن و همه رهبران قوم به استقبال سپاه اسرائیل رفتند، ولی موسی به فرماندهان سپاه خشمگین شد. چرا؟ علتش؟ و از آنها پرسید چرا زنها را زنده گذارده اید؟ چرا زنها را با خود آوردید؟ موسی نسبت میگه. بله، میگه همه مردان را کشتند، ولی موسی از اونها پرسان که چرا شما زنها را زنده آورده اید؟ خشمگین شده بر سپاه، بر لشکر خود خشمگین شده که چرا شما اینها را زنده نگه داشتید. و شما امروز جناب استاد این نسل کشی را در اسرائیل میبینید، در فلسطین اشغالی میبینید که همین کار را دقیقاً میکنن و خیلی از جاهای دیگه که این کار را اینها انجام دادن. خب اینها همان کسانی هستند که نصیحت بلعام را گوش کردند. یعنی زنها را مقصر میدانه، میگه اینها نصیحت بلعام را گوش کردند و قوم اسرائیل را در فغور به بت پرستی کشاندند و قوم ما را دوچار بلا کردند. پس تمام پسران و زنان شوهردار را بکشید. زنان شوهردار؟ بله، پسران و زنان شوهردار را بکشید. فقط دخترهای باکره را برای خود زنده نگه دارید. 19 حال هر کدام از شما که کسی را کشته یا کشته ای را لمس کرده مدت 7 روز از اردوگاه بیرون بماند. اونها را هم که کشته دست داده برای 7 روز از اردوگاه بیرون باشه. چرا یعنی نجس شده؟ بله. بعد در روزهای سوم و هفتم خود و اسیرانتان را طاهر سازید. همچنین به یاد داشته باشید که همه لباسهای خود و هر چی را که از چرم پشم بز و چوب ساخته شده طاهر سازید. حالا این حرف دیگریه. جناب استاد اینجا شما دقت بکنید. نسبت دادن این حرف ها به حضرت موسی، اینها ادعا میکنن که دین ما دین محبته و ادعا میکنن که اسلام گفته شما بکشید. شما در یک جای اسلام پیدا بکنین، در قرآن خب همچون چیزی وجود نداره. در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت تفصیل جنگیدن با کفاری که با شما می جنگند آمده. متوجه شدید؟ شما حق ندارید زنی را بکشید، حق ندارید اطفال را بکشید، حق ندارید شما پیرمردها را بکشید، حق ندارید حتی کسی که راهبی که داخل اون کلیسا هست و عبادت میکنه او را بکشید. چی برسه به این که شما بیاید اطفال را بکشید، زنان را بکشید، همه اینها را از بین ببرید. شما در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم خوبی اسلام و حسن اسلام را میبینید که خیلی واضح و آشکاره و خیلی شفافه که از کشتن همه اینها پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن. این میگه اسلام دین کشتنه، گفته کفار را بکشید. این چی میگه؟ کتاب مقدس شما چی میگه؟
استاد اینا ببینین کلمه محبت و عشق و دوستی رو به کار میبرن، اما محبت به چی؟ شاید هدف از این محبت، هدف از این دوستی، محبت و دوستی برای کشتن، برای قتل، برای اسیر گرفتن، شاید هدفش این باشه. بله شک و تردیدی در این وجود نداره. امروز عملا ما میبینیم که اینها چنین انجام میدن. جناب استاد اجازه بدین که بریم در باز هم سفر تثنیه. این خیلی بده. این خب تا حالا میگفت که کافر و کافر و کافر رو بکشین، چون این جناب آقای هرمز خیلی ادعا میکرد، ادعای بلند و بالایی داشت که شما دینی را قبول میکنید که گفته کافر را بکشید، یا دینی که میگه با دشمن شما محبت بکنید. کدام محبت؟ زن را بکشید، اطفال را بکشید، مواشی را خراب کنید، درختها را بشکنید و نابود کنید، این محبته؟ من نمیدانم که این محبت یعنی چی. فکر نمیکنین که اینها مانند عموم نصرانی ها، حتی که شیشه اینا هم شاید این کتاب را یک باری هم نخوانده باشه؟ ممکن مانند آخوندهای روافض خارج از گمان زنی نیست، ممکن است که چون این باشه، ولی این وگرنه وقتی کسی از این یعنی چیزهای خیلی از این متون تکان دهنده و وحشتناک اگر اطلاع داشته باشه، با قسمی که شما گفتین اگر بفهمه که خانهش از شیشه است، خانه دیگر را به سنگ میزنه؟ نه چون این کاری نمیکنه. ولی اینها جناب استاد از نبود امکانات در دسترس مسلمان ها به زبان فارسی سوء استفاده کردند. اینها تا حالا شبکه‌ای نیامده که در برابر اینها ایستاد بشه و چنین بیای آیات را برای اینها نشان بده که شما دروغ میگید. به تعبیر خودتان این دروغگوییتان پشت شما دست شیطان وجود داره. پشت هر دروغی دست شیطانه، پشت هر قتل دست شیطانه. بله جناب آقای هرمز، منم قبول دارم پشت این کتاب مقدس هم شیطان وجود داره. وگرنه این یعنی چی؟ شما میایید حرف از اسلام میزنید، به اسلام تعدی میکنید، اسلام رو میگید دین قتله. برید جناب استاد اینجا رو ببینید، در مورد دادگاه ببینید چی میگه، در مورد دادگاه و محکمه. این سفر تثنیه باب 17 هست. اینجا میگه اگر محکوم از قبول حکم قاضی یا کاهن، یعنی آخوند کلان، که خادم خداوند است خودداری کند، مجازات او مرگ است. نفر را میبرند به محکمه، نفر را میبرند دادگاه، حکم را قبول نمیکنه، جزایش مرگ، باید کشته بشه. باید کشته بشه. چرا؟ اسرائیل را باید از وجود چنین گناهکاران پاک نبود. یعنی تسلیمی بدون چون و چرا. هرچه این خب این هم توجیه هست، این هم توجیه هست برای کشیشی مثل هرمز. خودش هم میگه. اجازه بدین جناب استاد که اینجا را هم بخوانم. آیت 13: آنگاه همه مردم از این مجازات با خبر شده خواهند ترسید و جرأت نخواهند کرد با رأی دادگاه مخالفت کنند. بکشین. رأی دادگاه یا رأی کلیسا؟ بکشین، هر جا دستتان میرسه بکشین. جناب استاد کشتن چنان زیاده که اینها رو من به عنوان نمونه بس محبت به عنوان نمونه جناب استاد فقط کوشش کردم که حتی از دایره اسفار پنجگانه خارج نشم. وگرنه اگر شما در ملحقات تورات مراجعه بکنین یا در همان کتب و صحف انبیایی که در متی آمده بود که تایید شده بود که من نیامدم اینها رو منسوخ بکنم بلکه تکمیل کنم و اینها را باید عملی بکنین و هر کس عملی بکنه در نزد خدا بزرگ هست، در ملکوت خدا بزرگه، هر کس که عملی نکنه کوچک میشه. این اگر اونها رو بیارین بخوانید، وحشتناک جناب استاد، داستانهای وحشتناک از کشتن و از نابود کردن و از قتل و دزدی و از همه آنچه که متاسفانه وجود داره. حتی زنا نعوذ بالله. دیدین که چی فاجعه‌ای به حضرت داوود علیه السلام نسبت داده بودن، چون به عنوان یکی از پادشاهان بود. یعنی او را به عنوان پیامبر هم دارن، چی حرفهایی هم باز به اون نسبت میدن. خیانت، دروغ، تزویر، زنا، از همه اینها متاسفانه ابا ندارن. به هر صورت جناب استاد، اینها برخی بسیار کم که جناب آقای هرمز بشنوه، خیلی اینها کم بود. یعنی مش نمونه خروار فقط از عهد قدیم. بریم به سراغ عهد جدید. جناب استاد اگر قبل از اینکه به عهد جدید بریم، اگر اجازه بدین همراه با بیننده های عزیز و گرامی بریم سراغ یک میان برنامه و پس از این میان برنامه با ما باشید، منتظر باشید تا بقیه فواجعه که در فاجعه هایی که در کتاب مقدس چه عهد قدیم و چه عهد جدید وجود دارد را با هم از طریق این برنامه و از زبان استاد فاتح بشنویم.
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و بحثمان همچنان پیرامون آنچه که از دید نصرانی ها توسط کلیسا و کشیش ها پنهان نگه داشته میشه و بجز اینکه از دین نصرانیت فقط کلمه محبت و دوستی به خورد عموم نصرانی ها داده میشه را میبینیم که جناب استاد فاتح قبل از میان برنامه به چه نقاط و به چه نصوص و متون تکان دهنده و فجیع و وحشتناک از آنچه که در عهد قدیم آمده اشاره نکردن. یعنی واقعا نقاطی بود که یعنی من فکر نکنم که هر انسان عاقل این که نصرانی هست نیست این حرف ها را بپذیره که این حرف ها کلام خداست و یا در کتابی که ادعا میشه منبع و مصدر دین محبت است آمده باشه. خب باز هم ادامه این فاجعه ها و این نصوص و این دستورات تکان دهنده که در کتاب مقدس وارد شده را باز هم از زبان جناب استاد فاتح میشنیم. جناب استاد فاتح. جناب استاد میرین در کتاب عهد جدید که اناجیل چهارگانه و ملحقات آن می باشه، در انجیل متی ببینین چی میگه جناب استاد. برین سر اصل موضوع که تا وقت گرفته نشه. انجیل متی این فصل 10 هست. انجیل متی فصل 10 اینجا آیه 34 هست. خیلی واضحه، یعنی نیاز به هیچ تحلیلی نداره، نیاز به هیچ حرفی نداره. انجیل متی؟ بله، انجیل متی فصل 10 آیت 34 شروع میشه. میگه گمان مبرید که آمده ام صلح و آرامش را بر زمین برقرار سازم. نه، من آمدم تا شمشیر را برقرار نمایم. این حرف کی است؟ این حرف عیسی مسیح است. از زبان عیسی مسیح. بله. از زبان یعنی کسی که واقعا پیامبر بوده به عقیده ما، اما به عقیده اونا ابن الله بوده، فرزند خدا بوده. بله. آیه 35 من آمدم تا پسر را از پدر جدا کنم، دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر. خب چرا؟ به طوری که دشمنان هر کس اهل خانه خود او خواهند بود. چرا این دین صلحه؟ این دین آرامشه. ما تقاضا داریم استاد دیگه مسائل میمونیم، فقط بیاین به همین 3-4 سطر که در باب دهم فقره 34 انجیل متی آمده، فقط به این پاسخ بدن که آیا این کلام حضرت مسیح است؟ نه عجیبه. نه یا کلام الله هست که اینجاست. حرف ما اینجاست جناب استاد. اینها میآیند به اسلام تعدی میکنن که نمیفهمند، به اسلام تعدی میکنن که نمیفهمند و خبر ندارند. یک گروهی که خودش را به اسلام نسبت میده و عملکرد او عملکرد اسلامی نیست، او را به اسلام به زور میچسبانند. بله. و عملکرد او را ارتباط میدن با اسلام. ما بارها گفتیم هیچ گروهی، نه طالب، نه داعش، نه بوکو حرام، نه القاعده، نه هیچ کسی دیگر ممثل واقعی اسلام نیست که عملکرد او اسلام باشه، عملکرد او اسلام باشه، یا اسلام از آدرس این گروه ها گرفته. ما جناب استاد به صورت دیگری بگم، کلمه بسیار کوتاهی، ما همه گروه ها، همه افراد، همه احزاب، هر کسی که میخواد باشه، ما او را در ترازوی قرآن و سنت، در ترازوی اسلام میگذاریم. اسلام را در ترازوی او وزن نمی کنیم. پس قاعده و قالب کتاب و سنت است. بله. نه گروه فلانی و علانی. بله، اسلام قاعده و قانون و ضابطه اصلی و ترازوی اصلی است. هر فردی میخواد باشه، هر گروهی میخواد باشه، جنایت کرد، خطا کرد، اشتباه کرد، خلاف قرآن، خلاف اسلام عملی کرد، از دیدگاه ما رده، از دیدگاه قرآن رده. به جرأت میتونیم، به جرأت میگیم. این خب ما ترس و هراسی نداریم. قرآن ما میگه، اسلام ما میگه، هر کس خلاف انجام داد میگین خلافه، میگن اشتباهه. هیچگاه این جناب استاد خیلی سبک مغزی است که فرد بیایه اسلام رو از روی من، از روی شما، از روی این، از روی آن بشناسه. این واقعا جناب استاد ای کاش اینا هم کشیش یا کسایی که در کلیسا سکاندار کلیسا هستن، اینها هم بیاین مردانه بگن که این حرفی که در عهد قدیم یا در عهد جدید آمده در کتاب ماست و ما به این باور داریم، ایمان داریم و این عقیده ماست. بله. کاش بیاین این کار رو بکنن. اجازه بدین که بریم در انجیل یوحنا. انجیل یوحنا باب 2. انجیل یوحنا، این انجیل یوحناست، باب 2
از آیت 13 شروع میشه. عیسی در خانه خدا، یعنی عنوانش اینه، عیسی در خانه خدا. عید پسح که یکی از اعیاد بزرگ یهود بود نزدیک میشد، پس عیسی به شهر اورشلیم رفت. آنجا در خانه خدا مردم را دید که برای انجام مراسم قربانی به خرید و فروش گاو، گوسفند و کبوتر مشغولند. صرافان پولها را روی میزها چیده بودند و با مشتریها مبادله میکردند. عیسی با طناب شلاق ساخت و همه آنها را از آنجا بیرون کرد. همه آنها را زد و با این شلاق آنها را بیرون کرد. این خشونته. به تعبیر این جناب آقا این خشونته. ولی ما میگیم نه، خشونت نیست. عیسی مسیح در برابر مقدساتی که داره، در برابر این که در داخل مسجد و در داخل خانه خدا بی احترامی شده، استادگی میکنه. حق داره عیسی مسیح که مبارزه بکنه در برابر این باطل. ولی با منطق این و امثال این جناب آقا وقتی شروع میکنه بر اسلام تاخت و تاز میکنه، نه دیگه این خشونته. یه خشونت شلاق را برد و مردم را بزن. این محبته. این محبته. خب محبت به شلاق زدن گفتیم ما تعبیر دیگه، ولی فعلا محبت واقعا تعبیرش این است که محبت به کشتن، محبت به بستن، محبت به قتل، محبت به شلاق زدن، محبت به دروغ گفتن. جناب استاد این نمونه بود از کتاب مقدس، از عهد قدیم و عهد جدید. ببینید چی افتضاحی وجود داره، ببینید چی خشونتی وجود داره، چی قتل وجود داره، چی بربریتی متاسفانه وجود داره. بکش و ببند و زن و مرد و پیر و جوان و هیچ کس رحم نکن، حتی حیوانات که زنده جان رحم نکن به اونها. این چیزی که در کتاب مقدس وجود داره ولی در قرآن ما ابدا وجود نداره. این آقای هرمز و تمام کشش ها و تمام اسلام ستیزان جمع بشن یک آیه از قرآن بیارن که چنین حکمی داده باشه که شما مردان را بکشید، زنان را بکشید، اطفال را بکشید، هر کس گیرتان آمد آن را بکشید. یا اینکه من آمدم گویا حضرت عیسی گفته باشه برای قتل، برای قتل و برای کشتار آمدم که من بکشم و ببندم و چنین بکنم و چنان بکنم، سرزمینی که به دستم افتاد زندجانی را نگذارم. این جناب استاد این حقیقتا در کتاب مقدس وجود داره، نه در قرآن، نه در اسلام، نه در اقوال پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. و این دروغی که به اسلام متاسفانه بسته میشه به خاطر عملکرد یک عده جهالی که خودشان را نسبت میدن به اسلام. حالا بیاین در عملکرد اینها ببینین جناب استاد، در عملکرد اینها ببینین که اینها در به هر حال در دنیا وقتی که اینها هستند، در دنیایی که زندگی میکنند، اینها چی کارها انجام میدن؟ آیا تک تک از این فرامین را فعلا انجام میدن و انجام دادن یا نه؟ جنگ های صلیبی را که شما به یاد دارید جناب استاد. بله. یعنی وقتی میگم به یاد دارید یعنی تاریخ را خواندید. بله. نه اینکه ما به یاد داشته باشیم چون میدونیم که خیلی دوره. جنگ های صلیبی که میگین چندین جنگ است و تا امروز هم جنگ های صلیبی ادامه داره زیر عناوین مختلف و چترهای مختلف. اولین جنگی که در حقیقت جنگ های صلیبی شروع شد در حقیقت در اواخر قرن 11 میلادی بود. این جنگ های صلیبی توسط کی شروع شد و فراخوانش کی بود؟ پاپ بزرگ مسیحیان را فراخوان میده که شما بیاید جمع بشید و سرزمین ها را از دست مسلمان ها بگیرید و وارد سرزمین ها بشید. و شما میدانید که چی فجایعی اینها انجام دادن. با عنوان مثال در سال 1099 میلادی، یعنی در اواخر قرن 11 وقتی اینها وارد بیت المقدس میشند، یهودی ها و مسلمان ها در برابر اینها قرار میگیرند. جالبه یهودی ها خوبی هایی که از اسلام دیدند و مسلمانان دیدند نمیخواهند که از زیر سلطه مسلمان ها بیرون بشن. این جای تعجبه. یهودی ها خوبی هایی که از مسلمان ها و حکومت اسلامی محبت دیدند، حقیقی که از مسلمان ها دیدند، حاضر نمیشن که با نصرانی ها و با مسیحی ها چیکار بکنن؟ یک دست بشن بر علیه مسلمان ها، بلکه با مسلمان ها هم دست نشن بر علیه اروپایی هایی که جنگ صلیبی را برا انداختن و میخوان وارد بیت المقدس بشن. میدانید وقتی که اینها وارد بیت المقدس شدن چیکار کردن؟ همین چیزی که در کتاب مقدس آمده، زن را زنده نگذاشتن، مرد را زنده نگذاشتن، زنده جان را داخل بیت المقدس نگذاشتن.
این را تاریخ ثبت کرده جناب استاد. حتی مستشرقین به این اذعان و اعتراف میکنن، حتی نویسندگان غربی هم به این اذعان و اعتراف میکنن که بزرگترین جنایت در جنگ صلیبی وقتی که اینها وارد اورشلیم یا بیت المقدس شدن انجام دادن. ای کاش کسایی که خود نصرانی منسوب به نصرانیت میدانن تاریخ خود مطالعه کنن و در مقابل بیاین تاریخ فتح بیت المقدس توسط حضرت عمر فاروق و ورود حضرت عمر فاروق و صلاح الدین ایوبی را بیاین مطالعه کنیم. حتی بعد از آن جنگ صلیبی که در حقیقت صلاح الدین ایوبی رحمه الله وارد بیت المقدس شد، همین صلیبی ها را کشید، دوباره ببینیم که وضعیت بیت المقدس به چی حال آمد. اینها بزرگترین جنایات را نه تنها در فلسطین، نه تنها در بیت المقدس و اورشلیم، بلکه در خیلی از کشورهای اسلامی اینها دست اندازی کردند و کشورهای اسلامی را استعمار کردند و گرفتند. میاین بعد از آن استعمار انگلیسی که بیش از 71% مسیحی داره، یعنی دین رسمی انگلیس و بریتانی ها مسیحیته. حتی امریکا. بله مسیحیته و 71% مردمش مسیحیند. شما ببینید که وقتی اینها وارد کشورهای اسلامی شدن در استعمار انگلیس بعد از اینکه جنگ‌های صلیبی، یعنی تقریبا اون جنگ‌های صلیبی که در اوایل رو به پایان شد و شروع کردن بیشتر در قرن 16 و اینها، یعنی بعد از 500 سال اینها شروع کردن به جنگیدن با مسلمان ها از راه فرهنگ و اینها و تهاجم فکری را شروع کردن. تهاجم سیاسی دوباره شروع میشه توسط مسیحیان و کشتن مسلمان ها. وارد بیت المقدس میشن، وارد کشورهای اسلامی میشن، وارد هند میشن، وارد بنگلادیش میشن، وارد خیلی از کشورهای دیگر اسلامی میشن، وارد افغانستان و بقیه کشورها. انگلیس وارد میشه، انگلیس مسیحی وارد میشه، باز همان قتل و کشتار را مرتکب میشن. مردم افغانستان هیچ گاهی فراموش نمیکنن که انگلیس در افغانستان چی مرتکب شده، چی جنایات را انجام داده. مردم فلسطین، مردمی که کشورشان را دو قسمت کردن برای اسرائیل، همین بریتانیا داد و جنایت کرد و مسلمان ها را از مناطقشان و از خانه هایشان، از سرزمینشان بیرون کرد. کی بیرون کرد؟ مسلمان ها بودن؟ مسلمان ها خودشان را بیرون کردن؟ همین دولت بریتانیا بود. همین دولت بریتانیا بود که با یهودی ها اینجا هم دست میشه، مسلمان ها را از سرزمینشان میکشه و برایشان وعده میده که من برای شما کشور اسرائیل را تأسیس میکنم. و هم آمریکا هم با او هم دسته. آمریکا هم با این بریتانیا هم دست میشه و کشورهای اسلامی را اشغال میکنن و میگیرن. کشورهای اسلامی را اشغال میکنن، تنها به اشغال اکتفا نمیکنن، میکشن، میبندن، خانه ها را نابود میکنن، زنان را میکشن، فرزندان را میکشن، نسل کشی برا میاندازند. بعد از آن جناب استاد هیتلر کی بود؟ مسلمان بود، یک مسیحی کاتولیک بود. خودش در سخنرانی هایش، در حرفه هایش نام از خدا میبره، نام از مسیحیت میبره، نام از دین مسیحیت و مذهب مسیحیت میبره. با کمونیست ها و با کسانی که بی دین بی خدا هستند، با یا به تعبیر امروز آتئیسم ها، ملحد ها، با اینها مبارزه میکنه، اینها را بد و رد میگه اینها میخوان که کشور آلمان را از بین ببرن، اینها میخوان اعتقاد مردم را از بین ببرند. هیتلر را که میشناسید، کسی نیست که هیتلر را نشناسه. بیش از 50 میلیون نفر را کشته، بزرگترین جنایتکاره، همه آن را میشناسند. این هم مسلمان بود؟ نه، این هم یک مسیحی کاتولیکه. اگر چون این باشه که امروز شما داعش و دیگران را به رخ ما میکشید که اینها میوه اسلامن، پس این هیتلر میوه کیه؟ هیتلر میوه کیه؟ میوه اسلام این هم مسلمان بوده؟ نه، یک مسیحی کاتولیک. همه میدانن، همه میفهمن که دین هیتلر مسیحیت بوده، مسیحی کاتولیک بوده. بعد از آن جناب استاد، بعد از آن حمله اتمی که آمریکا در هیروشیما میکنه، در شهر کوچک ژاپن، چی مرتکب میشه در اونجا؟ بم اتمی میاندازه که من در اینجا جناب استاد تصویرش را دارم، اگر دوستان لطف کنن این تصویر را نشان بدن که بعد از این که این حمله، بعد از حمله هست جناب استاد، شما ببینید به شهر هیروشیما چی اتفاق میفته. کلا نابود میشه، شهر باقی نمیمانه. جناب استاد جالبه، هم شاید دین عشق کرده، دین محبت.
این رو کی کرده؟ این رو آمریکا کرده. خب در حقیقت آمریکای مسیحی این رو انجام داده. جناب استاد در واقع امر اینها به دینشان عمل میکنن، به دستورات دینشان. دین میگه هیچ چیز نمان. جناب استاد آنچه که ما از کتاب مقدس از عهد قدیم نشان دادیم خب همین رو میگه دیگه. بکش، چیزی را باقی نگه ندار، زنده جان نباشه. حالا در این شهر هیروشیما که حالا ما نشان دادیم، زنده جان شما در اونجا تصور میکنید که وجود داشته باشه؟ جالب جناب استاد، بیش از 200,000 نفری که در این شهر کوچکه، این شهر کوچکیه و در حقیقت میشه گفت یک جزیره تقریبا می باشه. شاید گفته باشن این منطقه نظامی باشه، منطقه عسکری باشه، در حالی که هیچ چنین نبوده. و فقط جناب استاد در یعنی تا سال 1945 میگن 140,000 نفر کشته شده، نابود شده. یعنی مرگ تدریجی به اینها داد. بم اتمی رو که میدانید تا حال هم آثارش باقی است. آثارش تا حال باقیه و اینها مرگ تدریجی میده. اگرچه در فکر میکنم در سال 1994 بود دوباره، یعنی شهر آهسته آهسته رو به طرف تعمیر رفت و اینها. به هر حال حالا تا سال 1951 60,000 دیگه به این 140,000 اضافه میشه. یعنی 200,000 نفر را جناب استاد مرگ تدریجی به اینها میده. شما تصور بکنید که به سر اطفال اینها چی آمد. بلا اگر استثناء، این رو یک مسلمان میکرد، بلا استثناء جناب استاد اینها اتفاق افتاده. بلا استثناء. شما از یک رسانه تا حالا شنیدید یا چرا سازمان ملل تا به حالا آمریکا را به میز محاکمه نمیکشه که تو این حمله اتمی که به هیروشیما کردی، اگرچه سازمان ملل از خودش هست، خودش نشان داد. دیدین چند وقت پیش ترامپ یک سخنرانی در اونجا کرد، گفت شما خوش آمدید به تمام سران کشورهای دیگه، گفت شما در اینجا خوش آمدید و بعد سخنرانی را برای انداخت. یعنی که از خودش هست، خودش هست، سخنگوی اصلا خود آمریکا، هر چی که دلش خواسته باشه تصمیم میگیره. اما حرف اینجاست که جناب استاد برخی از این مسلمانان ما یا این جناب آقای هرمز، این من نمیدونم چشم دارن، نمیدونم اینها عقل دارن، شعور دارن، این یعنی چی؟ این آمریکا حمله اتمی که در هیروشیما ژاپن میکنه کار مسلمان ها نیست، کار آمریکای مسیحی و شاید هم جناب عالی خودش در آمریکا به سر ببره. این جنایت را آمریکا انجام داده. شما جناب استاد گفتم که تمام جنگ هایی که در زمان رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده، همه آنها را جمع بزنید، کشته های مسلمان ها و غیر مسلمان ها از 2,000 نفر نمیگذره. از 2,000 نفر نمیگذره. این در یک آن واحد شما ببینید حمله این بم اتمی که میاندازه، بم اتمی رو که در اونجا در هیروشیما در حقیقت استفاده میکنه، شما ببینید که 200,000 نفر رو مرگ تدریجی میده. این یک مسیحی مسلمان نیست. غیر از جنگ‌های ویتنام استاد، بیاین تاریخ معاصر، آنچه که در قلب اروپا، در قلب بگیم نصرانیت و مسیحیت که ادعای تمدن و ادعای حقوق بشر دم از حقوق بشر میزنن، چی رخ داد؟ آنچه که در بوسنیا و هرزگوینا رخ داد، بله، نسل کشی که در کوسوو رخ داد، بله، کی میتونه فراموش کنه؟ جناب استاد شما ببینید مسلمانا کردن. شما ببینید جناب استاد، من نمیدانم که اینها واقعا چرا این یعنی عقلشان رو به کار نمیاندازن. جنگ جهانی اول و جهانی دوم را کی شروع کرد؟ شاید اونا رو مسلمانا کردن. شروع کننده کی بود؟ لا حول. شما یک مسلمان رو نمیبینید که شروع کننده این جنگا بوده باشه. همین خود مسیحی‌ها بودن، خود یهودی‌ها بودن، خود همینها بودن و در رأس آنها آمریکای جنایتکار، فرانسه و بقیه کشورهای دیگر و آلمان. این هتلر خودش در حقیقت چی جنایاتی را انجام داد که تقریبا یعنی میشه گفت سبب شد برای جنگ جهانی دوم. پیرو دین اسلام بودن. بله. و امروز من بله گفتم برای انکار. شما ببینید جناب استاد، امروز اینها چی کارهای انجام میدن؟ آمریکا بدون هیچ حرفی یک سناریویی به نام 11 سپتامبر میسازه. در سال 2001 وارد افغانستان میشه که تا حالا خودشان، یعنی پژوهشگران سیاسی خودشان مانده اند که این حمله از کجا، این سناریو چگونه ساخته شد و خیلی ها متهم میکنن کار خود آمریکا بوده، نه کار القاعده بوده، نه کار بن لادن بوده، نه کار کس دیگه بوده، کار خود آمریکا بوده برای اینکه افغانستان را اشغال بکنه. خب خیلی خوب، آمد داخل افغانستان، چی کارهایی که انجام نداد؟ داخل افغانستان چی فجایعی که فعلا انجام نمیده. و جالبه که وقتی میخواست جورج بوش در اون وقت رئیس جمهور اون وقت آمریکا، وقتی وارد افغانستان میخواد بشه، میگه که این جنگ صلیبیه.
و این شاید بله همه کلیپ این دیده جنگ صلیبی هست و راست میگه جنگ صلیبی بود. و شما ببینید که مثلا در عراق، در گوئنتانامو، بعد در بگرام چندین بار انجیل ها پخش و نشر شده از داخل خود بگرام، داخل شهرهای افغانستان. دعوت تبشیری به سرعت در حال اجرا هست و این دعوت و این جنگ صلیبی بود در حقیقت. درسته برخی از منافع سیاسی و منافع اقتصادی که چند وقت پیش خود ترامپ هم گفت، بعضی از حرفای زد در این مورد، همین رئیس جمهور فعلی آمریکا حرفای زد که ما به افغانستان اونجا چشم بر روی معادن داریم و حرفای از این قبیل. خب جالب جناب استاد، شما ببینید این هم یک مسیحیه وارد کشور اسلامی شد، وارد افغانستان شد، قلب آسیا وارد شد، تمام را نابود کرد. شما تا امروز هم میبینید که روزانه، یا اگر روزانه نه هفته، یا هفته نه در ماه، شما اخبار را میشنوید که آمریکا در فلان جا روی غیر نظامیان حمله کرد، بمباردمان کرد. بعد معذرت میخواد. یک فیلم پخش شده بود جناب استاد از لحظه ای که اینها بمباردمان میکنن سر مردم بیچاره، میخندیدن، مردم را مسخره میکردن، با زبان انگلیسی چیزهایی میگفتن، دشنام میدادن و بعد حمله میکردن و میزدن. یعنی اینها خوششان میاد از این کار، چون این در کتابشانه. اینها میگه کافرن، بکش اینها را. اینا به تعلیمات عیسی مسیح باور ندارن، اینها به تعلیمات تورات باور ندارن، اینها را بکش. دست شیطان پشت کیه جناب استاد؟ پشت مسیحیت یا پشت اسلام؟ سناریوی دیگری ساختن برای عراق، وارد عراق شدن، بعداً معذرت خواستن که والله نه این رقم نبوده، ما فکر کردیم اینجا بم اتمی داره و نمیفهم فلان و اینو سلاح هسته‌ای داره. اینجا داخل شدن و ببینین چی وضعیتی به سر مردم عراق آوردن. بس زنانشان تجاوز کردن، مردانشان را کشتن، فرزندانشان را کشتن، مساجد را نابود کردن، مردان بزرگشان را از بین بردن، علمایشان را کشتن. علمای بزرگترین جنایت را جناب استاد آمریکا در عراق و در افغانستان خود تا فعلا هم مرتکب میشه و در عراق هم همچنین. همون افراد غیر از ترور جسدی، ترور فکری، تهاجم فرهنگی که داره. این تهاجم فکری خب یک جهت جناب استاد، این خب خیلی بده. الفتنه اشد من القتل. اما حرف اینجاست که اینها میگن دین ما دین کشتار نیست، دین محبت است. این در حقیقت جناب استاد اینها را از کجا اینها یاد گرفتن؟ از همین کتاب مقدس که ما نشان دادیم که بکش و ببند و کسی را زنده جان را اصلا نگه ندار، و اینها دقیقاً به این عمل میکنن. جناب استاد شاید کسی بگه که خب شما آمریکا را متهم میکنید این کشور نظامیه، هدفش مسیحیت و اینها نیست. اولا این که ما گفتیم در بگرام و در برخی دیگه از مناطقی که مسیحیت اونجا فعالیت داره، ما میبینیم که دعوت تبشیری در حال انجامه و جوانان مسلمان را به سوی مسیحیت دعوت میکنن و خیلی از جوانان یا برخی از جوانان را اونجا بردن و شستشوی مغزی دادن و منتقل کردن به کشورهای اروپایی و غربی. این یک جهت مسئله است. جهت مسئله دیگر اینه که وقتی خود بوش حرف میزنه میگه که میگه ما حمله کردیم، حمله صلیبی بود و حمله بود بالای تروریست ها، که در واقع دروغ میگه، خودشان تروریستن، به نام تروریست حالا سناریویی ساختن و وارد شدن، خودشان را وارد کردن و امروز هم ولکن نیستن، نمیرن اینها به این راحتی هم نمیرن تا اینکه اهدافشان برآورده نشه. و جدیداً به عنوان مثال همین ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا وقتی که این به ریاست جمهوری حالا انتخاب شد یا انتصاب شد، حالا به هر حال ما به این کار نداریم، به هر حال وقتی که سوگند یاد میکرد، سوگند برای این که آماده بشه برای ریاست جمهوری، دستش بروی چی بود؟ بروی قرآن؟ نه، بروی کتاب مقدس. اینجا من عکسش رو دارم اگر دوستان نشان بدن. این اگر زوم بکنن زیر دستش اونجا مشخصه بایبله، یعنی کتاب مقدسه، همین کتاب مقدسی که پیش ماست ولی به زبان انگلیسی. خب میریم عکس دیگرش رو میبینین، کمی واضح تره، عکس دیگرش کمی واضح تره که در حقیقت اینجا را اگر دوستان عزیز نشان بدن، این همان دست ترامپ روی بایبل، اونجا نوشته است بایبل، قرآن نیست جناب استاد. این کشور مسیحی است و این هم معتقد است به خدا. جالب جناب استاد، من داشتم پیرامون این موضوع تحقیق میکردم. اینا واقعا باز داد از این میکنه که ما بدین سر و کار نداریم، ما کشور لادینی هستیم. جناب استاد جالبه که این مگر دستور آمریکاست؟ خب دستور حقیقیش این است. بله واقعیتیه، اینها عمل میکنن با آن. اگر قانون اساسی خود ندارن عمل میکنن. ما میبینیم که ظاهر، یعنی در عالم عمل میبینیم که متاسفانه انجام میدن این کارها را. جناب استاد جالبه یکی از سایت های مسیحی نوشته بود که
ترامپ این عکس‌ها را گذاشته بود، عکس‌ها را از اونجا گرفتم، نوشته بود که ترامپ نام از خدا گرفت و بعد تعریف کرده بود از مسیحی و از خدا و از این و آن، و نشان میده که انسان معتقد و انسان بسیار قوی است نسبت به دین مسیحیت. و امروز ببینید چه جنایاتی انجام میده. این میوه مسیحیته به تعبیر اینها و به اصطلاح اینها. بعد از آن میایم جناب استاد، آخرین مسئله که من میخوام در اینجا عرض کنم به خدمتتان در باب این که در حقیقت اینها چه جنایاتی انجام میدن. اجازه بدید اگر شما استاد اجازه بدین یک میان برنامه کوتاه با هم ببینیم، بعد از میان برنامه هم تلفن باز کنیم تا بیننده. خب میان برنامه کوتاه بینندگان گرامی با هم میبینیم و بعدش ان شاء الله برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در زمینه دین با شما نجنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نرانده اند باز نمی دارد. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. الله شما را تنها از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما جنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون رانده اند و به بیرون راندنتان کمک کرده اند و کسانی که با آنان دوستی کنند ستمکارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بینندگان گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم. البته چنانه که در میان برنامه هم دیدین تعالیم و آموزه های دین مبارک اسلام خیلی ها مشخص، روشن و واضح است و هیچگاه هیچ یک از مسلمانان و هیچ یک از علمای اسلامی در پنهان کردن دین و در پنهان کردن تعالیم دین سهم نداشته. برعکس مجامع اسلامی، مساجد، مدارس، دانشگاه ها، علما همه در نشر و پخش و گسترش تعالیم دین مبارک اسلام، تعالیم نجات بخش مکتب اسلام سهیم شدند و در این راستا کار میکنند و از هیچ کس هم چیزی را ما پنهان نمیکنیم و چنانه که در آیه دیدین در ارتباط به عدالت نسبت به دیگران بود و گفته آقای هرمز، این کشیش که پشت هر دروغ شیطان وجود داره، اینها هستند که در حقیقت دروغ میگن و آنچه که ما طی این برنامه از خلال کتاب مقدس نشان دادیم این تعالیم دین نصرانی است و این تعالیم و این آموزه هایی است که در این دین وجود داره که تا حال از دید عموم نصرانی ها پنهان نگه داشته شده و خواستیم که یک بررسی داشته باشیم و یک افشاکاری در رابطه با تعالیمی که اینها از کشیش ها از دید نصرانی ها پنهان نگه می‌دارن داشته باشیم. جناب استاد فاتح، من میخواستم البته تماس های بیننده ها رو هم بگیرم اما چون وقت نیست
ما کمتر از 10 دقیقه وقت داریم و از تک تک بیننده های عزیز و گرامی معذرت میخوایم و انشالله که امیدواریم در برنامه بعدی تلافی شود و وقت بیشتر در اختیار شما عزیزان قرار داده شود تا در ارتباط به صحبت هایی که در این برنامه شد و در برنامه بعدی میشه اگر تعلیق یا نظری دارین نظریاتتان ابراز بکنین. جناب استاد فاتح بفرمایید. بله، در حول جنایات مسیحیت صحبت می کردیم، جنایات هولناکی که اینها مرتکب شدند و امروز هم مرتکب می شوند. جنایاتی که اینها در آفریقای مرکزی، آفریقای وسطا اینها مرتکب شدن و مرتکب می شوند غیر قابل تحمله. در کل افریقا در حقیقت، اما نمونه بارزش در آفریقای مرکزی. بله، در آفریقای مرکزی با کمک کشور فرانسه. با کمک کشور فرانسه. و والله قسم جناب استاد ویدیوهای پخش هست که ما نمیتوانیم آنها را پخش بکنیم به خاطر اینکه همین افراد ریپورت میکنند یوتیوب ما را، اجازه نمیدن. و محض این که پخش بشه، من خودم یک بار همین ویدیو را میخواستم پخش کنم ولی کارگردان عزیز ما دیدیم که اجازه ندادن به خاطر اینکه مشکل برای ما میسازند. یک بار این را در فیسبوک پخش کردم جناب استاد، فیسبوک حذف کرد که هیچ برای خودم هشدار داد، گفت دیگه همچون چیزی پخش نکنی. این آزادی است نه؟ این آزادیه، این نمونه آزادی است. منطق آزادی اینا نه. جنایاتی را مرتکب میشن که واقعا جناب استاد اگر هم پخش میکردیم مجبور بودیم که از تمام مسلمانان و از تمام اطفال و زنان معذرت بخوایم که نبینن اینها را، که مسلمانان را یکی که سر میبرند و آنها را به گورهای دست جمعی میاندازند، اصلا آنها را آتش میزنند، بالایشان تیل میریزند، نفت میریزند، آنها را آتش میزنند، زنده زنده آتش میزنند. اون داد میکشه، اینها ایستادن نگاه میکنن و نیروهای نظامی فرانسوی هم در کنارشان با ایشان کمک میکنند. این کاریه که امروز در آفریقای مرکزی توسط مسیحیت، جنایاتی که توسط اینها صورت میگیره، اینها میوه دین مسیحیتن به تعبیر اینها. پشت اینها دست شیطانه، پشت دین اینها دست شیطانه، پشت آموزه های دینی اینها دست شیطانه. بله دست شیطانه به تعبیر این جناب آقای هرمز. جناب استاد واقعا تصاویر، یعنی اصلا تصاویر تکان دهنده بود، تصاویر غیر قابل تحمل بود که حتی شخصا من تاب دیدنش نداشتم. یعنی و من مطمئن هستم چنانه که فیسبوک شما را اینا حذف کردن یا شما را هشدار دادن، به میطور میلیون ها و صدها میلیون مسلمان و حتی نصرانی ها تا هنوز شاید تصاویر ندیده باشن به علت اینکه این چیزی که وجود داره، سانسوری که وجود داره، در چیزیه که امروز خود اینها پخش میکنن. شما تصور بکنین که اینها در جنگایی که ما نام بردیم اینها چه جنایات بیشتری از این کردن. اما این که جناب استاد این آقا آمد به خاطر تحریک ملت بزرگ ایران یا فارسی زبان‌های دنیا به صورت کلی فارس ها که اسلام وارد فارس شد، تمدن فارس از بین برد. تمدن فارس را از بین برد که بله. حالا جناب استاد پدر با دختر، بله این یکی از اونها بود. جناب استاد شما ببینید اگر ما خواسته باشیم به این سوال پاسخ بدیم و این تحریک این جناب آقا تحریک فرعونی اش را پاسخ بدیم، در حقیقت باید به پاسخ هر موضوعی که میخوایم بپردازیم، پیرامون هر مقطع زمانی که میخوایم صحبت کنیم، باید یک ماحولش را، یک دیدگاه داشته باشیم، یک نظرسنجی داشته باشیم. وقتی که اخامنشی ها یا ساسانی ها در ایران و در سرزمین فارس اینها حکومت میکردن و اسلام آمد، بزرگترین جنایات را اینها از نظر سیاسی مرتکب میشدند. نظام طبقاتی در اونجا بود. این جناب بره خودش تاریخ ایران را مطالعه بکنه، حتی مستشرقینی که در این مورد کتاب نوشتن بره مطالعه بکنه، نه مسلمان ها، تنها مسلمان ها نه، غیر مسلمان هایی که نوشتن بره یک نظری بکنه. حرف از تمدن میزنه. درسته سرزمین فارس تمدن داشتن، اما تو بیا من برای تو صدها مورد و صدها پژوهشگر و عالم و بزرگ و دانشمند را بعد از اسلام آوردن سرزمین فارس نشان میدم در علوم و فنون مختلف. تو بیا برای من 10 تا نام ببر از زمان اخامنشی ها و ساسانی هایی که در اونجا حاکم بودند، زمانی که اسلام وارد شد، قبلا را کار ندارم،
زمانی که اسلام وارد شد خود مردم ایران و خود سرزمین فارس مردم خودشان آغوش برای اسلام باز کردن. ای کاش جناب استاد، زور کجا بوده؟ طبق چون که شما گفتین بیاین از تالیفات دانشمندای دوره ما قبل از اسلام در سرزمین فارس، دوره هخامنشی ها و ساسانی هایی که شما اشاره کردین، از بزرگترین دانشمندا، از بزرگترین دستاوردها در عرصه های چه علوم مختلفه بیاین نامگیری بکنن، 10 نفر نام ببرن. بله درسته جناب استاد، ما به این اذعان میکنیم، اعتراف میکنیم که امپراتوری بزرگ در سرزمین فارس بود. امپراتوری روم بود و امپراتوری فارس بود، درسته. اما امپراتوری به دست ملت و مردم بود یا به دست هخامنشی ها و ساسانی هایی که ظلم و تعدی میکردن و نظام طبقاتی در اونجا داشتن؟ من میخوام این رو جناب استاد بگم. به غیر از زور، به غیر از جنگ، به غیر از بربریت دیگه چی داشتن؟ وقتی اسلام وارد شد و آموزه های اسلامی برای ملت بزرگ ایران و فارس تقدیم شد، خودشان با تمام، در حقیقت با آرامش تمام آن را پذیرفتند و با طیب خاطر آغوش به سوی اسلام باز کردند، به خاطر که از این نظام طبقاتی، از شر خسرو پرویزی که ظلم میکرد، تعدی میکرد، از شر او نجات بیابند، از شر این نظام طبقاتی که وجود داشت نجات بیابند، نفس راحت بکشند و نفس راحت کشیدن. بعد از آن میبینین که تمدن فارس ها چقدر بالا رفت که امروز نه تنها جهان اسلام بلکه جهان بشریت به این تمدن فعلا مدیون هست. واقعا نه تنها گفتیم جهان اسلام بلکه جهان بشریت امروز مدیون است، زحماتی که اینها کشیدن. اما جناب استاد از جهت دیگر من شما را مثلا میخوام به زور به یک طرفی بکشم، شما با طیب خاطر نباشید، باز آن را ادامه میدید و برای آن را زحمت میکشید؟ خیر، نمیکشید. به محض اینکه زور از سرتان برطرف شد پس برمیگردید. شما امروز ببینید که در حقیقت ملت بزرگ فارس یا ملت بزرگ ایران میبینید که از اسلام خودشان خوشنودند. درسته که بعدا این نظام صفوی آمد، حتی اسلام منحرفی که حالا به خودشان داده شده، همین نظام خرافاتی را هم، اسلام خرافاتی را هم بیچاره ها به نام اسلام قبول کردن و به هر حال آن را پذیرفتند. اگر شما اسلام واقعی را به اینها تقدیم کنید، ما میبینیم در این شبکه‌های اهل سنت الحمدلله تعداد کثیری را میبینیم که پس دوباره برمیگردن به طرف اسلام واقعی که اجدادشان بوده. از جهت دیگر این آقا داره به ملت بزرگ ایران توهین میکنه. از یک جهت میگه ملت بزرگی با تمدن بزرگ و نمیدانم با فلان و اینان، باز از یک طرف میگه زور را قبول کردن. یعنی چی؟ این دوتا با هم برابر نمیآیه. این در حقیقت توهین بزرگی برای ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ فارس است که تو از یک جهت می تمدنش رو به رسمیت میشناسی، از یک طرف دیگه میگی که این ملت قبول کردن، این ملت ساسانی ها و هخامنشی ها را قبول نکردن، اسلام را پذیرفتن. با طیب خاطر اسلام به زور وارد اونجا نشده، به خاطر اینکه مردم را تحریک میکنن، خودشان حکمرانی میکردن. اما جناب استاد به خاطر که برنامه وقتش کم مانده، این جناب در اخیر میگه که باید خود ما برای خود تصمیم بگیریم، دیگران برای ما فکر نکنن. خیلی خوب، همین حرف را ما برای خودشان میگیم. برای جوانان مسیحی و نصرانی تو برایشان تصمیم نگیر، بگذار که بعد از این خودشان فکر کنن. بگذار کتاب مقدس را ما برای آنها نشان دادیم، بگذار که خودشان تصمیم بگیرن، بعداً ببین چی میشه. من دیگه جناب استاد دیگه کدام حرف دیگه ندارم. تشکر جناب استاد. من هم در دقایق پایانی این برنامه از تک تک او کسایی که گول ای کشیش و امثال ای را خوردن دعوت میکنم که این برنامه را، مخصوصا این برنامه و برنامه هایی که در ارتباط با تناقضات موجود در انجیل بود، این برنامه ها را بار بار مشاهده کنن و از آموزه های حقیقی که در کتاب مقدس چی در عهد قدیم و چی در عهد جدید وجود داره مطلع بشن. واقع بینانه و منصفانه بیاین بررسی کنن. اگر واقعا تصمیم خودشان میگیرن، خودشان برای خودشان تصمیم میگیرن، به گفته این کشیش خودشان تصمیم بگیرن، نگذارن که فرد چون هرمز برایشان تصمیم بگیره و برای آنها دین مسیحیت معرفی بکنه. از دین نصرانیت و از دین اسلام خودشان مطلع شوند و برن به مرجع هر دو دین. از دین اسلام را هم از نشانی قرآن و سنت که منبع اصلی شریعت اسلامی است، از اونجا
اطلاعات حاصل کنند و همچنین دین مسیحیت بیان از کتاب مقدس، یک کتاب مقدس یک باری ولو که شده مطالعه کنند. خب دوستان گرامی، وقت برنامه این هفته ما در همین لحظات به پایان رسید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان و سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.